خب اینجا فضای پروژه ماست توی شهر قم. می‌بینید دیزاین همه فضاها مجدد انجام شده بعد از تحویل، واحد کاملا خام بود. اینجا فضای آشپزخانه اصلی ماست که از پلیش 25 میل توی فضا استفاده کردیم. قسمت دیوار سمت راست که می‌بینید به صورت یک پارچه کار شده، کلی جزئیات داره. اینجا 1 متر فضا رو ما به عنوان فضای کافی بار در نظر گرفتیم که حالا جلوش درای شیشه‌ای رو کار کردیم، نورپردازی خطی رو داریم. دوست داشتم فقط فر داشته باشم، فر رو کنارش قرار دادیم. اینجا سوپرمارکت یخچالی. این دو تا دری که از درای شیاری استفاده کردیم و میله‌ای با طرح خاص‌تر، می‌بینید تهویه هوا از زیر داره انجام میشه و اینا یخچالای توکار برنده بوشن که توی این قسمت کار کردیم و دیوار ما کاملا یه پارچه است. توی ضلع روبرو اجاق گاز قرار دادیم به خاطر اینکه هلال خوشگلمون رو دوست داشتیم از فضای سالن بهش دید داشته باشیم. جزیره از دو طرف کرو، از چه سمت چپ چه سمت راست و هر دو طرف قابلیت نصب صندلی رو داره. یه پریز توی صفحه جزیره قرار دادیم به خاطر اینکه ما تجهیزات برق اینجا داریم و سینکمون توی این قسمت و این کنار قرار گرفته، تک لگن و محصول ترین جای ممکن. دوست داشتم بجز یخچال بوش یه یخچال ساید سامسونگ اینجا قرار بدن که اون هم توی فضایی قرارش دادیم که از سالن اصلی ما که اینجاست دید خاصی رو نسبت به این فضا نداشته باشیم.